سلام، ما اومدیم برای اینکه بفهمیم پرندمون کی جا خورده. خب این پرندمون واسه اولین بار اینم بگم که واسه اول پرنده باید 3 تا 4 ماهش باشه تا بتونه دون بخوره. خب بعد بهترین جا دنیا واسه پرنده ایناست که جا داره قشنگ سرشون رو بکنن تو و قشنگ دون بخورن. این لبه هاش همجوری میفته یه قفس. خب یه دونه این جادونیا رو اول میزنین تو قفس، توش هم ارزن میریزین، ارزن میناست این دونا، اینا رو میریزین. بعدش هر وقت خودتون دیدین دیگه میخوره دون واسه پرندتون دیگه کم کم شروع کنین غذای نرمه یا همون سفید تخم مرغ اینا رو برش دارین و به جای شیر بذارید. این پرنده را دیگه کم کم شروع میکنه سر بالاش تیز شه. وقت سر بالاش تیز شه، این شاه بالاش در بیاد، اون پرنده دیگه کامل دون خور شده. خدافظ.